برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذين أوتوا العلم درجات. الحديث عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران وخواهران متدین و دندوز و دعوتگران عزیز و گرانقدر و پرافشردگان دینی مقدس اسلام و کسانی که در این مکان مقدس تشریف آوردید، تشریف آوری شما عزیزان را خیلی مقدم گفته تحفه سروری کائنات را به عنوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را برای فردتان تقدیم می نمایم. در قدم اول من می خواهم چند دقایق که مطبعهای شما را گرفته اظهار محفظ زمین نمایم. شما عزیزان شاید از سیاق کلام بنده پی برده باشید که عنوان گذار من درباره علم باشد. قبلا آیاتی را که برایتان تلاوت کردم الان به ترجمه و تفسیر آن می پردازم. یعنی بلان که هذا الله متعال مراتب و درجات آنان را که ایمان آوردند از شما و خصوصا مراتب و درجات آنان را که علم داشتند در مقام بلند در مقام دیگر چنین یادآوری می کند: قل هل یستوی الذین والذین یعلمون والذین لا یعلمون. بگو آیا برابر است آنانی که می دانند و آنانی که نمی دانند؟ این استفهام انکاری است، هرگز برابر نیست. یعنی مردمان عوام و جاهل با علما هرگز به اعتبار مراتب و مقام برابر شدن نمیتواند و آنانی که علم ندارند با کسانی که علم دارند هرگز برابر نخواهد شد. در دیگر جای الله متعال میفرماید: انما یخشی الله من عباده علما. جز این نیست که میترسند از الله بندگانی او علما. کلمه انما از روی قاعده عربی برای حذف می آیند. برابر این ترجمه چنین می شوند: از الله فقط علما می ترسند. آنانی که الله را کما حقه میشناسند، از صفات جمالیه و جلالیه او خبر دارند. و آیت مذکور نشان می دهد که علت و خوف و خشیت از الله علم بوده است. علم هرچی بیشتر شود خوف و خشیت هم بیشتر شده می رود. از انس رضی الله عنه روایت است که آنانی که در طلب علم برای پس او در راه الله است تا باز گردد آن. این حدیث را ترمذی روایت کرده است و
معاوية رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. از معاویه رضی الله عنه فرمود است چون انسان بمیرد ثواب عمل او قطع می‌گردد بغیر از سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که از آن نفع بگیرد و یا اولاد فرزند صالح که برایش دعا کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود است دنیا ملعون است و آنچه که در آن است ملعون است. وجود یاد الله و طاعتش عالم و یا متعلم بودن. عن سهل بن سعد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لا يهدي الله بك رجلا خير لك من حمل النعم. متفق عليه. السهل بن سعد رضي الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله عنه فرمود پس سوگند به الله که اگر به واسطه تو یک مرد را هدایت کند برایت از شترهای سرخ بهترین است. شتر سرخ برای آن ذکر نموده‌اند که در آن وقت از جمله با ارزشترین و مالهای عرب بوده است. از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که پیامبر روایت شده که گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود آنان که در راهی رود که در آن طلب علم کند الله متعال برایش راهی را به سوی بهشت آسان می کند و همان فرشتگان به واسطه از کارش دارند بالهای خود را برای طالب علم فحش می کند و همه کسانی که در زمین آن را بهره و گرفته است. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ابن عاص رضی الله عنهما روایت شده که گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود همانا الله علم را نمی راند و نمی گیرد به اینکه آن را از میان مردم برمی دارد ولیکن علم را با گرفتن و ما از میانی برمی دارد تا عالمی نماند و مردمی امیری نادان می گردند و پرسش شوند آنان بدون علم فتوا دهد پس خود آن گمراه شده و دیگران را هم گمراه نماید. از شما بزرگواران التماس دعا دارم که برای بنده دعای خیر نمایید که من در ملل جهان اسلام باشم و اظهار سپاس و امتنان میکنم از شما که به سخنهای بنده گوش دادید، بخصوص از استاد بزرگوار سپاس گزارم که برای بنده وقت داد. من در محضر شما اظهار ما فی الزمین نمودم. بنده بی بی قدسیه داعی یک تن از شاگردان مدرسه ازواج مطهرات تحت نظر استاد بهشته موحد هستم. تشکر میکنم از استاد مشفق مهربانم استاد بهشته موحد که مرا در عرصه تعلیم کمک بیشایبه کرده. من سخنهای خود را در اینجا با پایان میرسانم. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفره انه هو الغفور الرحيم. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. عطر ایمان میرسد ای مسلمانان مسلمانی کنید مغزبانان حریم روشنی حرمت دین را نگهبانی کنید. آینه در آینه نور خداست عاشقان آیینه گردانی کنید هرچه غیر از
عشق و غیر از عاشقیست، پیش پای یار قربانی کنید. هرچه غیر از عشق و غیر از عاشقیست، پیش پای یار قربانی کنید. عطر قرآن عطر ایمان میرسد، ای مسلمانان مسلمانی کنید. مغزبانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی کنید.